عزیزان گرامی، ما وقت جات نمیگیرم که پشت سر برم امیره گفته که کم بگو، دلم کوفت داره، زیاد کوفت داره، این گپم کوفت داره که میگه مولی متوکل به مولی به امام اعظم رحمت الله علیه توهین میکنه. و الله قسم اگر کسی مرد باشه غیرت داشته باشه در این قدر طول عمر ما ترجمه قرآن کریم کردیم و خطبه ها دادیم در یک CD در یک تقریر ما. اگر امام ابو حنیفه رحمه الله قدس رحمه الله نباشه من خود اعدام میکنم انشاءالله. امام ابو حنیفه رحمه الله سلف ماست، خبرداری و تابعین. ما که توهین و تحقیر کنیم زبان ما خشک نمیشه، ولی نکنی توتیا، نکنی تهمتا. یک روز در قبر رفته نیستی. الله متعال به الله قسم از پیشتان سوال. رحمت الله برکاته. ما فی الحال به ولسوالی پغمان رسیدیم. در اینجا جسد شیخ صاحب دیدیم. تقریبا چند روز میشه که شیخ صاحب شهید کردن و بسیار ظالمانه شهید کردن. الله میفهمه که بس جانشان سگ اعلان کرده، نمیفهم سگای جنی و انسی و کدام چه قسم سگا را اعلان کرده. به اینطور حال رسنده که عکس هم از پیش گرفته نمیشه و جدید نیست. چند روزه پیش شهید کردن، حال شهید نکردن بلکه جسدشان حال کشیدن. قدرم همیجا موجود است. یک وقت من میگفتم این دین تنها به تو رسیده چی؟ این دیگه مولا نیست. دلش ای گپ از دلسوزی برای من میگفت نه؟ از چی میگفت؟ از دلسوزی که ما بادا مورد خطر قرار میگیری، مردم تو را بد میگه، رد میکنه. حالی دین خود تنها از تو نیست، این خود از دلسوزی میگفت که بچه ما یک کمی به امن باشه. لیکن ما چی مسئولیت داریم؟ ما برای امن پیدا شدیم، برای از اینکه فقط زندگی ترفه و بدون تکلیف بدون مشقت تیر کنیم خیر و خلاص. راستی هم آدم خو میتونه نمیتونیم. یک امامت خیرخانه را میگیریم هر روز در ترجمه برای شما میگم نه؟ او طرف در مکتب معلم میشه، او طرف بگه در کورسای خصوصی را شروع میکنیم، چپنی کلان نانم سری مردم حواله، پیسه بگه برق و گپایم سری مردم حواله است، هنوز پیسه کارتم از ختما میبرایه، بگه بسترای مرا از مردام میبرایه. خلاص دیگه مردم دستای مرم بوسه میکنه. چی ضرور است که خدا در تمام تکلیف پیش کردیم، اما یک روز پیش الله متعال پیش میشه. یک روز الله از ما سوال میکنه این کتاب برای چی بود؟ تو همین کتاب خواندی یا نه؟ مطلب این کتاب چی بود؟ مطلب این کتاب چی بود؟ بگوی ما قصدیم. ضعیف کسی است که از مرگ میترسه، ضعیف کسی است که محبت دنیا را خوش داره، ضعیف کسی است که 4 روز زندگی با اولاد خود خوش داره. کدامتان خوش داره که در راه الله سبحانه و تعالی سر همه ما خوش داریم که در راه الله سبحانه و تعالی جان خود فدا کنیم. همین جان ناقص. کسی یک روز مرا میگه که مولی صاحب خطری بزرگ است، خدا نگاه کن. من گفتم کاش که برم. انشاءالله هزارها جوان الحمدلله کسایی پیدا شده که از ما کده زیادتر سر دین غیرت دارن، درک دارن. چی؟ به ما مربوط نیست. دین الله متعال است، او کامیاب میکنه. اما ما مورد امتحان قرار گرفتیم که در امتحانای الله کامیاب میشیم یعنی که ناکام میشیم. مشکلی در اینجا است. ما غم خدا میخوریم که الله ناکام نشویم، مسئولیت متوجه ما نشوه. این همینطور حالت بود دنیای کفر ریخت. یه مردم بلیلن سجده کردن، بچرین اینن در مجسمین اینن رفتن سلام زدن. تا امروز سلام برش نیزن، تا امروز همون شبکه ها زنده هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرما و ان العبد لیتکلم بالکلمه من سخط الله. گاهی اوقات یک بنده یک سخنی را میگه که سخن از سخنایی هست که الله سرش غصه میکنه، الله سرش خفه میشه، الله سرش غضب میکنه. لا یلقا لها بالا. ای آدم به این سخن خود هیچ باک نداره که هرچی از دهنش میبراید میگه. لیکن رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید یهوی بها فی جهنم. لیکن ای آدم سکوت میکنه میفته به سبب یک کلمه که در جهنم. ای مسلمان آگاه باشه. اول از تو سوال میکنم تو را به الله قسم کلمه وهابی را که استعمال میکنی و ملا صاحب در دعای خود گفته که یا الله ما را از یهود نصارا
کو در ذهن تو وهابی چی آمده؟ کافر یا مسلمان؟ راستی تا بگو. انکار کردن نمیتونی. ولی وقتی که تو یک مسلمان وهابی گفتی مفهوم و معنای زیر داره که کافر برش گفتی. آیا کدام ادناترین مدرک کفر دیش پیدا کرده میتونی؟ در روز قیامت با الله سبحانه و تعالی پیش میشی. نه تنها در این منطقه، امروز در کل کابل در ولایت همین موضوع است. دور نمیریم. چند روز پیش در بطخاک مردم جمع شده با کلشینکوف شیشای مسجد میده کرده. به خاطر از اینکه مسجد جور شده اوجا، به خاطر از اینکه یک عالم رفته، چند دانه طالبی که بیچاره مهاجر از قندوز است در اونجا دیره شده، درس قرآن داده میشه، مردم شیشای مسجد میده کرده. ای مسلمان، ای با غیرت، ای متدین، ای کسی که سر دین غیرت داری، تو را به الله قسم در دنبال امی مراکزی که فی الحال در کابل به نصرانیت دعوت میده کدام ورق تظاهرات پیش کرده ای؟ تو را به الله قسم ای مسلمان، دختری در مکتب میره، فرهاد دریا برشنه کنسرت میده، کدام ورق اعتراض به مدیر پیش کرده ای؟ تو را به الله قسم در می قریه 100 دانه 100 نه 10 دانه پودری است، شرابخور است، زنک باز است، خودت به چشم سر میبینی راه دختران را میگیره، ادنای اعتراض سرش کرده ای؟ تو را به الله قسم اون روز که توی فلانی بچه فلانی قماندان و فلانی حاجی و صوفی و ملا بود که شو تا صبح رقص بود و تو را در خو نماند، اعتراض کردی؟ اعتراض داشتی؟ تو را به الله قسم امروز که شبکه های شیطانی بعضی مردمایی که واقعا غیرت نداره، اسلام نمیگم، غیرت نداره و دخترای تو را نعوذ بالله به فحاشی میکشانه، کدام ورق اعتراض پیش کرده ای؟ کلشینکوف خوبان. ای مسلمان، به الله قسم پیش الله میری و الله از پیشت سوال میکنه که اونجا را زدی، شیشه کدام مقام میده کردی؟ از سینما را؟ از شرابخانه را؟ از رقاصخانه را؟ یا شیشه مسجد الله سبحانه و تعالی؟ بتخاکی بشنو، چارای کمبری بشنو، هر مسلمانی که هستی باید بشنوی. تکبیر نکن، اینجا موقع تکبیر نیست. تکبیر و نمو وقت است که پیشتر گفتیم که استقلال می داشتیم. ما امروز غلامی این غربیا این سگشویا را نمی کردیم. امروز مجاهد توهین میشه. امروز با کمونیستی که هزارها مردم در خاک تیله کرده برای از او شهید گفته میشه. پشت تکبیر نگوی. ما در حالت ذلت قرار داریم، ولی ذلت از خود ما نیست. ما آیت خواندیم ان تنصروا الله ینصرکم. اگر شما نصرت الله سبحانه و تعالی را کرده، الله نصرتتان میکنه. ما نصرت دین الله را نکردیم. دین الله پیش ما قدر و قیمت نداره، کتاب الله قدر و قیمت نداره، حدیث رسول الله قدر و قیمت نداره. ای مردم چوری کمبر قریه دی عربان، شما را به الله قسم آلی از بچگکت سوال بکو، آلی از دخترکت سوال بکو، تو را به الله قسم مقایسه کو. دعای نان خوردن یاد داری یا نه؟ لیکن از بچگک و دخترکت سوال کو که یاد داره یا نه؟ تو یک کمی از الله بترس، نکو ظلم، نکو افواهات، تحقیق بکو. اگر سر دین غیرت داری، مولای متوکل وهابیست، بیا قطمه در خانه زندگی کو، قطمه در درسایم شریک شو، مرا یک دمر یابی کو. به الله قسم آجر به تو نیست که دمه آن چیزی را که خلاف شریعت پیدا کردی باز بگو مولی سیبینی کارت خلاف شریعت است. ضرورت به تو نیست، من خودم در این طور در دار میبرایم، ضرورت به تو نیست. ولی چرا کلمه انگلیسه تو در زبان گرفتی، دعوت داده رو ایستی و نشر کرده رو ایستی؟ چرا؟ او کسی که ابو بکر و عمر رضی الله عنهم را لعنت میگه، او کسی که صحابه را مرتد میگه، از زبان از او کلمه وهابیت گرفته تو نشر کرده رو ایستی؟ تو غیرت سر دین داری؟ زیاد نمیگم، در یک نقطه اساسی متوجه میسازم تانه. کدام نقطه؟ اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم اهمیت دعوت میدانه، از عقیده را میدانه، صحابی را در حالت رفتار نصیحت میکنه. با ابن عباس رضی الله عنهما میگه یا غلام
عقیده را برش نشان میده. احفظ الله یحفظک، الله را حفاظت کو که تو را حفاظت بکنه. یک نقطه اخیری را براتون میگم، دیگه را میگذارم تشریح. همه تان الحمدلله علما و اکمنو کتابا را خوانده. یک نقطه را رسول الله برش میگه، وعلم، بدان، در قلبت بشانی سخنه. و همین نکته را برای شما میگم که تا آلی را گپ زده شد، علما گفت شما وعلمو بدانی، در دلتان بشانه، ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. برای شما میگم سلفیا، اگر کل مخلوق جمع شود، دنیا جمع شود، کل دنیا فعلا جمع شده علیه محو کردن همین عقیده قرآن و حدیث جمع شده، این مبارزه کفری علیه همین عقیده است، علیه همین مراکز قرآن و سنت است. ولو والله قسم اگر گپی دیگه باشه، خو یادتان باشه اگر کل از یا جمع شود با کل نیروی خود، در او زمانی نیروها نبود ولی است، با این نیروی خود که برای تو نفع برسانه، رسانده میتونه. رسول الله گفت که لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، مگر برای تو نفع رسانده میتونه چیزی را کی براتون نوشته کرده؟ الله سبحانه. شما چی عقیده داری؟ شما چی عقیده داری؟ برای ما نفع کی میرسانه؟ کی نصرت ما را میکنه؟ خو شرط است ان تنصر الله، شرط است اگر من نصرت دین الله را کردم، با الله قسم الله مرا حفاظت میکنه، الله مرا نصرت میکنه. پس چی ضرور است؟ حفاظت دین الله سبحانه و تعالی به اندازه توان و طاقت ما، به اندازه توانم که در هر نقطه قرار دارم. ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، چیزی را که الله با بالایت نوشته کرده ضرر برات رسانده. خیر ما ضعیف هستیم یعنی که قوی هستیم؟ بگوی ما قوی هستیم. ضعیف کسی است که از مرگ میترسه، ضعیف کسی است که محبت دنیا را خوش داره، ضعیف کسی است که 4 روز زندگی با اولاد خود خوش داره. کدامتان خوش داره که در راه الله سبحانه و تعالی سر همه ما خوش داریم که در راه الله سبحانه و تعالی جان خود فدا کنیم. همین جان ناقصی مرا این چه حیثیت داره؟ اگر الله سبحانه و تعالی بر رضامندی خود در راه خدمت و فداکاری دین خود قبول کنه، از این کده نعمت عظیم دیگه است. هزارها سال شکری الله سبحانه و تعالی را باید بکن که الله تو جان مرا قبول میکنی.